برای آنهایی که هذیان‌های درباره شکست احتمالی مقاومت ملی خراسان صحبت می‌کنند و حتی احمد مسعود را یک جوانی بی تجربه اینچنین او را سبب جنگ خونریزی‌های آینده در خراسان می‌حسابند. اول اینکه پنجشیر انشالله سقوط نمی کند. باوری ما مردم این سوی آمو و انسانیت مدافع مدنیت این است که پنجشیر نه فقط سقوط نمی کند بلکه موج مقاومت در خراسان دامن میزند و این سرزمین را از شر جهالت عصر میانگی رها میبخشد. مردم خراسان شایسته این نیست که قریب 50 سال عذاب و اذیت کشیده در باطلاق طالبان بیفتد. در حالت سقوط پنجشیر طالبان را همان سرنوشت انتظار خواهد بود که 7 حمله شوروی که در آن 20,000 سرباز و 200 چرخبال و 60 جنگنده استفاده شده بود. پنجشیر را تکه و پاره کردند. بنا به تخمین ساکنان 80% خانه و دیوار مردم تخریب شد، اما عاقبت ناکام شدند. همان سخن مسعود بزرگ: ما باشیم و نباشیم مقاومت ادامه خواهد یافت. احمد مسعود و 10 نفر دیگر نباشند هم مقاومت خراسان ادامه خواهد یافت. به آن خاطر که مردم خراسان نظام طالبان را قبول ندارند. این نظام عصر میانگی خراسان را به 10 سال دیگر قفا میبرد و وطن دوستان این کشور هیچگاه به این اجازه نخواهند داد. این نظام برای آنها تحمیل شده می باشد، اما مردم این سرزمین هیچگاه پیش زور زانو نزده بود و این دفعه هم نخواهد زد. خاطر مخلصان طالبان، آنهایی که در تاجیکستان و اروپا شادی کفک شده و هرزه و مزخرفات و هذیانات را از عقلهای وامانده خود در صفحه‌های اجتماعی می‌ریزند، این را خوب بدانند در تمام گوشه و کنار خراسان نیروهای مقاومت شکل می‌گیرند. بگذار فردا باشد یا پس از 5 سال دیگر، خراسان این روزها را بسیار دیده است و این بار اول نیست. دوم اینکه احمد مسعود پسر احمد شاه مسعود است، فردی که در تمام گوشه و کنار خراسان با او بیعت میکنند، از او امیدواری میکشند و او را نور در ظلمات طالبان میبینند. نه فقط خراسان بلکه تمام انسانیت مترقی و معارف پرور دست دعا برای او برداشتند و افتخار هر یک تاجیک باشد که او یک تاجیک است. حالا تمام جهان منتظر جنگ پنجشیر است. پنجشیر که دره تاجیکان و محل روح و توان تاجیکی است. شکست پنجشیر شکست تمام تاجیکان است. پیروزی پنجشیر پیروزی تاجیکان است در عرصه تاریخ.